سلام به همگی. تو این ویدیو میخوایم راجع به نگهداری فنج و نگهداری جوجه فنج و همچنین تغذیه فنج ها صحبت کنیم. و در واقع توی نگهداری فنج ها شما اولین کاری که باید بکنین خرید قفسه و باید یه دونه قفس واسه فنج هاتون بخرین. حالا اگه میخواین که بیشتر راجع به نگهداری فنج ها بدونین، این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. قفس فنج ها باید فضای مناسب واسه نگهداری اونا رو داشته باشه و اصولا هر چقدر که قفس اونا بزرگتر باشه نگهداریشون راحت تره و نتیجه بخشتر هم هست. یه قفس با طول و عرض 45 در 30 سانتی متر یه قفس مناسبیه واسه پرورش فنج ها و شما باید ظروف آبخوری و دانخوری پرندتون رو با توجه به جثه اون بخرین و در کنار اون سعی کنین واسه این که حالا پرندتون حوصلش سر نره و بازی بکنه یه چند تا اسباب بازی هم توی قفسش قرار بدین، ولی توجه داشته باشین که قفسش هم نباید زیادی شلوغ باشه چون که توی طولانی مدت باعث کلافگی فنج میشه. و توجه داشته باشین که ظروف آبشون بزرگ باشه که فنج ها به راحتی بتونن که برن توش، چون که کلا فنج دوست داره که بره توی ظرف آب و حموم بکنه و ظروف پلاستیکی خیلی واسه این کار مناسب هست، ولی سعی کنین که به جای اینا از ظروف دانخوری 3 سوراخه و آبخوری استوانه‌ای استفاده کنین که در این صورت قفس باید فضای کافی واسه این تجهیزات رو داشته باشه. نکته بعدی قرار دادن چوب نشیمنگاه توی قفس فنج ها هستش و شما باید واسه نشستن فنج ها چند تا چوب نشیمنگاه توی قفسشون قرار بدین و ضخامت اون چوبا باید به اندازه یه بند انگشت دست باشه و نباید زیاد از هم دور باشه، چون که اون پرنده واسه ورزش دادن به بالهای خودش باید از روی یه چوب بپره روی یه چوب دیگه. و نکته بعدی هم لونه فنج ها هستش که در واقع یه جور آشیانه هستش که شما باید واسه فنج هاتون تدارک ببینین و معمولا فنج ها لونه های پوششدار رو ترجیح میدن و شما واسه بزرگ کردن هر جفت فنج به یه دونه لونه نیاز دارین که این لونه ها رو میتونین از پرنده فروشی ها تهیه بکنین. بعد از انجام همه این کارا و آماده شدن واسه پرورش فنج ها، حالا باید یه جفت فنج رو خریداری بکنین و توی روند پرورش فنج ها واسه تشخیص نر از ماده باید به ظاهر اونا دقت بکنین. فنج های نر یه نشونه قرمز رنگی روی گونه های خودشون دارن، در حالی که فنج های ماده این نشونه رو ندارن و باید حتما دقت بکنین که فنج نر و ماده باید حتما سنشون بین حداقل 6 الی 9 ماه باشه و سالم هم باشن و واسه این که جوجه هاشون هم سالم باشه حتما به این دقت کنین که فنج نر و ماده با هم نسبتی نداشته باشن. فنج ها رو میتونین از پرنده فروشی ها و پرورش دهنده های فنج خریداری بکنین و دقت کنین که اون پرنده ای که میخرین باید هوشیار، فعال و با سر و صدا باشه. و نکته بعدی قرار دادن قفس فنج ها توی جای مناسبه. اینکه شما قفس فنج ها رو توی یه جای مناسب قرار بدین خیلی مهمه توی پرورششون و سعی کنین که قفس اونا رو توی یه جای قرار بدین که به دور از رفت و آمد باشه و مثلا حیوانات خونگی مثل گربه و اینجور چیزا مثلا به اونجا دسترسی نداشته باشن و قفسشون هم نباید توی جای تاریک قرار بدین و نباید توی یه جایی هم قرار بدین که نور خورشید مستقیم بزنه تو صورتشون. و حالا بیاین بریم سر تغذیه فنج ها. تغذیه فنج ها باید به صورت صحیح و اصولی انجام بشه و از اون جایی که فنج ها توی نگهداری و غذا دادن به جوجه های خودشون خیلی تلاش میکنن باید رژیم غذایی مناسبی هم داشته باشن. فنج ماده باید با مواد غذایی کلسیوم دار مثل پوست صدف خرد شده
و استخوان کتلت تغذیه بشه و دانه های مورد نیاز فنج ها رو هم میتونین از پرنده فروشی ها تهیه بکنین و ارزن هم غذای اصلی فنج ها محسوب میشه. البته به این نکته هم توجه کنین که در صورت عدم رسیدگی والدها به تغذیه جوجه هاشون، واسه تغذیه جوجه فنج میتونین از سرلاک با برندهای معتبر استفاده کنین. و بریم سر نوررسانی مناسب واسه فنج ها. نوررسانی فنج ها باید به طور مناسبی انجام بشه و نباید فنج ها رو توی گاراژ یا زیر سایبان قرار بدین و توی طول روز هم 14 تا 16 ساعت نوررسانی واسه فنج ها لازمه. و در آخرم اینو بهتون بگم که جفت شدن فنج ها بین 2 تا 20 روز طول میکشه و یکی از نشونه هاش اینه که پرنده نر پرواز میکنه و میاد روی پشت کمر ماده میشینه و یا اینکه مثلا پرنده نر و ماده زیر نوک همدیگر رو تمیز میکنن و اگه هر کدوم از این نشونه ها رو دیدین میتونین که پرنده هاتون رو واسه لانه سازی آماده بکنین. خیلی خوب بچه ها، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، سابسکرایب، زنگوله یادتون نره، کامنت هم حتما واسم بذارین و اینکه دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.